اون خانوم هایی که توی این اعتراضات، توی این اتفاقات، توی هر چیزی پسرا رفتن براشون مردن، اینا همونایی هن که میگفتن پسران سرزمینم، پسرانمون، فلانمون، همون هایی هستن که بعد از اینکه اوضاع آروم شد در بلایند دیتا پراید سوارها رو کنسل کردن. من به این معترضم که اینا مگه همونایی نیستن که شیرمردانمون رفتن برامون مردن؟ شما پرایدت کنسله رفیق، اصلا جون تو واسه همچین ماجرایی نده. من به این معتقدم که اگر ایران قرار انقلاب بشه با شعار زن زندگی آزادی نباید بشه، با شعار دیگری بشه. چرا؟ چون با کمال احترام به شما، ما علنا شاهد این ماجرا بودیم که درصد زنای بی معرفت تو جامعه ما خیلی بالاتر از زنای با معرفته. واسه همین اگر مردی واسه این افراد نمیر، سخن آدم مرادی ناراحتم نشو از حرفم، نمیر واسه این افراد جون نده. میخوای بری کف خیابون جون بدی انقلاب کنی، واسه هدف بالاتری بکن.